در پایتخت قرقیزستان شهر بیشکک اعضای پارلمانت و فعالان جامعه شهروندی به نشان احترام سیاستمدار مخالف حکومت روسیه بوریس نمتسوف در نزد سفارت روسیه در قرقیزستان گل گذاشتند. نمتسوف 28 فوریه در سن 55 سالگی در مسکو به قتل رسیده است. گردآمدگان در شهر بیشکک به فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی نمتسوف بهای بلند داده دعوت نمودند که کشتار او همه طرفه تحقیق شود. در پایتخت مولداوا شهر کیشینیو صدها نفر در مراسم یادبود 23مین سالگرد آغاز نزاع در منطقه ترانسنستر جمع شدند. در مجتمع یادبود شهر کیشینیو پرزیدنت مولداوا نیکولای تیموفتی به سابقه داران این نزاع و خویش و نزدیکان قربانی ها با پیام مراجعت کرد. در ماه مارس سال 1992 جدایی خواهان کنار رود دنستر استقلال این منطقه از مولداوا را اعلان کردند. از ماه مارس تا ایون همان سال در نتیجه برخوردهای نیروهای مولداوا با جدایی خواهان صدها نفر به هلاکت رسیدند. این نزاع و مقام منطقه ترانسنستر تا حال نامعین باقی میمانند. رئیس پلیس شهر کابل اعلان کرد که در صف رهبران این نهاد تغییرات کادری به عمل می آید. ژنرال عبدالرحمن رحیمی گفت رهبران پلیس 17 ناحیه پایتخت افغانستان عوض خواهند شد. ماه سپتامبر وقتی اشرف غنی سوگند ریاست جمهوری افغانستان را یاد کرد، او وعده داده بود که از سیاست دور نمودن پلیس کابل را نظارت خواهد کرد. در شهر بغداد پایتخت عراق پرد افسران و سربازان پلیس و خدمات آتش نشانی بخشیده بر روز مدافع شهروندی دایر شد. این چاره‌بینی را وزارت کارهای داخلی عراق تشکیل کرده بود. با تشبث سازمان بین المللی مدافع شهروندی که قرارگاهش در شویتزاریا می باشد، روز 1 مارس همچون روز جهانی مدافع شهروندی تجلیل می شود.